درود به همه. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه اوبونتو رو روی وی ام ور نصب کنیم و ببینیم که مراحل نصبش به چه شکله. قبل از شروع ساختن وی ام ما باید ایزو ایمیج اوبونتو رو دانلود کنیم که خیلی ساده میتونیم سرچ کنیم دانلود اوبونتو ایزو و سایت خود اوبونتو بیایم شروع به دانلود کردن کنیم بسته به چیزی که میخوایم. ما هم میتونیم اوبونتو دسکتاپ دانلود کنیم که ما یه محیط گرافیکی هم میده، یه چیزی شبیه به این. هم میتونیم اوبونتو سرور دانلود کنیم که قرار ما توی این نصب اوبونتو سرور رو استفاده کنیم، ولی مراحل نصبشون تقریبا به این شکله و فقط شما کافیه که بسته به نیازتون اون ایزو ایمیجی که میخواید رو دانلود کنید. ما اینجا ایزو رو دانلود کردیم. میایم توی محیط وی ام ور و نیو ویرچوال ماشین رو میزنیم و تیپیکال رو انتخاب میکنیم که تنظیمات ریکامندد رو به ما بده و میگیم که بعداً اپراتینگ سیستم رو بهت نصب میکنم، یعنی ایزو ایمیج رو بعداً بهش میدیم. حالا اینجا هم میتونیم بدیم ولی میتونیم بعداً هم بدیم. اینجا ما ورژن اون او اسی که میخوایم رو انتخاب کنیم. خب اول لینوکسه و جای یه سرچ کنیم اوبونتو، برای ما یه اوبونتو میاره که زیاد اینجا فرقی نداره. میتونیم حتی دبیان رو انتخاب کنیم. اینجا فقط یه حالت تایتل توریه که به لیبل میزنه به وی ام ام. ما اینجا مثلا میذاریم اوبونتو 64 بیت. خب اینجا ازمون میخواد که محل در واقع یه اسم برای ویرچوال ماشین انتخاب کنیم، بعدش هم محل ذخیره سازی فایلش رو انتخاب کنیم. ما اینجا میایم محلش رو انتخاب میکنیم. من یه فایل ساختم اینجا به اسم اوبونتو سرور، قبلا یه دونه دایرکتوری، میگم که اینجا بیا ذخیره کن. میاد تمام فایل ها و اون اطلاعاتی که به وی ام هست و همه چیشو داخل این فولدر ذخیره میکنه و شما تمام اطلاعات وی ام داخل این فولدر. تو قسمت بعدی ازمون میخواد که بگیم که چقدر هارد دیسک به وی ام اختصاص بده. ما مثلا میزنیم 30 گیگ، چیزی که ریکامندد کرده خودش برای اوبونتو 20 گیگه. بعد اینجا میگه که همه رو یه دونه فایل کنم، یعنی هارد دیسک که میخوای یه دونه ویرچوال فایل در نظر بگیرم یا تقسیمش کنم بین چند تا ویرچوال دیسک که این برای بالا او وی اف گرفتن و اکسپورت گرفتن راحت تره. ما میگیم هم چیزی که ریکامند کرده و اینجا یه سری اطلاعات کلی نشون میده که میتونیم باز کاستوم کنیم. مثلا مموری یا پروسسور رو میتونیم عوض کنیم که الان مموریش خوبه، دوتا هم پروسسور داره، سی پی یو داره. اینجا در واقع سی دی یا دی وی دی ما میایم ایزو ایمیج رو اینجا بهش میدیم و اینجا میایم توی فایل ایزو ایمیجامون و سلکت میکنیم اوبونتو سرور رو که من تازه دانلود کردم. اینجا ایزو ایمیج رو میدیم. تو بخش نتورک ادپتر اون تایپی که میخوایم نتورک این وی ام داشته باشه رو انتخاب میکنیم. اگه بریج بذاریم میاد توی شبکه لوکال خودمون و انگار یه نود توی لوکال نتورک خودمونه و میتونه با باقی دیوایس هایی که پشت مودم هستن در ارتباط باشه. رو حالت نت میاد از هاستش که سیستم من باشه، ویندوز من باشه استفاده میکنه و در واقع نتینگ رو ویندوز من انجام میده و فقط ویندوز منو میبینه. تو حالت هاست آنلی فقط باز یه پرایوت نتورک بین خودش و هاسته و اینترنت هم نمیبینه دیگه، فقط هاست منو میبینه. تو حالت کاستوم هم شما میتونید یه کاستوم نتورک با هر نوع ادپتری بسازید و این وی ام رو جوینش کنید که من اینجا میذارم روی حالت بریج چون میخوام توی شبکه‌ام ببینمش. بخش کنترلرهای یو اس بی و ساوند کارت و اینا هم کاری نداریم و باقی چیزا اوکی. اینجا وقتی که تنظیمات رو انجام دادیم دکمه سیو نداره، شما وقتی کلوز بزنید خودش سیو میشه و اینجوری نشونمون میده و دیگه کاری نمیمونه. فینیشو میزنیم و ثبت میکنیم که این بسازه. الان یه اوبونتو سرور ساخت برای ما و وقتی که ما روشنش بکنیم عادتاً باید از روی اون ایزو ایمیجی که بهش دادیم بوت بشه. خب اینجا اوبونتو ما بوت شد و داره میگه که یکی از اینا رو انتخاب کنیم. میگه try or install اوبونتو سرور که ما همین اولی انتخاب میکنیم، میخوایم اینستالش کنیم. اینجا از ما میخواد که زبان رو انتخاب کنیم که ما همون انگلیسی رو میذاریم بای دیفالت و میتونیم با حراکیمون بالا پایین بشیم اینطوری که بزنیم میره مرحله بعد. اینجا از همون کیبورد لی‌اوت رو میخواد که ما باز اینا رو میذاریم رو انگلیسی. اگه چیز دیگه ای بخوام میتونیم همینجا عوضش کنیم، دانو میزنیم. اینجا از هم یه سری چیزای سوالا میپرسه که میگه مثلا میخوایم رو حالت دیفالت نصب کنیم اوبونتو سرور رو یا میخوایم به صورت مینیمایز باشه که میاد یه سری پکیجای خاص رو نصب میکنه، ران تایمش کوچیکه، یا اینکه اصلا ادیشنال آپشن میخوایم چیزای دیگه هم علاوه بر اوبونتو داشته باشیم که ما همون حالت دیفالت رو در نظر میگیریم و میگیم که همین رو نصب کن.
اینجا از همون راجع به نتورک اینترفیسمون در واقع اطلاعات میده که الان به ما گفتش که اسم اینترفیستون ENS33 تایپش ETH و از DHCP این IP رو گرفته که دقیقا از مودم منه و از به عنوان بریج این ادپتر داره کار میکنه و یه IP تو رنج مودم من گرفته که 10 و اوکی همه چی. ما باز دام میزنیم. اینجا میگه که اگه سیستمت برای وصل شدن به اینترنت از پروکسی استفاده میکنه، پروکسی آدرس رو بنویس که ما پروکسی نداریم، خودش مستقیم وصل میشه و الان میخواد که پکیجا رو دانلود کنه و آپدیت کنه و میگه میرر ادرس رو بگو که بای دیفالت خودش یه چیزی آفر داده که نزدیکترین ادرس به ماست و ما همین رو انتخاب میکنیم و میگیم که اوکی. کانفirmation باز میخواد ازمون. خب اینجا راجع به دیسکمون میاد سوال میکنه که میگه من دیسک رو چجوری ستاپ کنم، که اینجا گفته که از کل دیسک استفاده میکنم اون سیگی که بهش دادیم و اینجا بهش گفتیم که یعنی دیفالتش اینه که LVM هم برای ما ستاپ میکنه که یه دیسک منیجره و اینجا مثلا میگه که میتونیم LVM رو انکریپتد کنیم. اگه انکریپتد کنیم از اون پس فریز میخواد که ما نمیکنیم و اگه بخوایم کاستوم تغییر بدیم اینجا میتونیم تغییر بدیم که میذاریم رو همین دیفالتی که خودش داده و اوکیه و اینجا یه سری اطلاعات میده که فایل سیستممون به این صورت دیگه، مثلا روت دایرکتوریه، بعد بوت جدا شده، اوبونتو وی جی یا در واقع والیوم گروپمون رو ساخته و اندازه‌شو گفته که ما اینا رو چک میکنیم و همه چی اوکیه. حالا وقتی سیستم بوت بشه میتونیم با استفاده از LVM خودمون یه سری تغییرا بدیم. مثلا الان فکر کنم 13 گیگش الان فریه، یعنی میشه استفاده بشه، میتونیم ما اینو اکستند کنیم تا اون 30 گیگی که بهش دادیم. وقتی اوکی باشیم میگه که همه چی پاک میشه اگه چیزی از قبل بوده باشه و ما کانتینیو رو میزنیم. اینجا از همون اسم میخواد که ما مثلا یه تستی میزنیم، یه سرور نیم میخواد که همون هاست نیممونه در واقع. مثلا میزنم SRV2 یوزر نیم و یه پسورد میخواد برای این یوزری که داریم ست میکنیم و دانو میزنیم. اگه اونتو پرو بخوایم میگه که اینیبلش میکنیم، احتمالاً لایسنس بخواد ازمون که ما اسکیپ فور ناو رو میزنیم و اینجا میپرسه که میخوای اوپن SSH سرور برات نصب کنم که بتونی بهش SSH بزنیم، ما اینا تیکشو میزنیم و اگه کلیدی که مثلا داریم که میخوایم از طریق اون کلید اتنتیکیت بشیم با این اوپن SSH سروری که این رو قرار نصب شه، میتونیم ایمپورت کنیم یا بذاریم همون دیفالت باشه و اینجا از همون یه سری چیزای دیگه آفر میده که مثلا این چیزا رو میتونه نصب کنه، مثلا میکروکیتس که مربوط به کوبرنتیز، نکس کلاد و خیلی چیزای مختلف. راکت چت داره، احتمالاً داکر هم قبلا داشت، نمیدونم الان چرا نیست. که ما چیزی رو انتخاب نمی‌کنیم چون فقط می‌خوایم سیستممون بیاد بالا و خودمون کار دیگه‌شو انجام میدیم. وقتی که دانو بزنیم شروع می‌کنه نصب کردن و این لاگ هم برای ما میندازه. اینجا میتونیم فول لاگ هم بزنیم که با دیتیل ببینیم داره چیکار می‌کنه. نصب ما تموم شد. الان می‌بینیم که تو قدم‌های آخر SSH سرور هم نصب کرد برامون و الان گفته که اینستالیشن کامپلیت و ما باید یه بار ریبوت کنیم سیستمو که بالا بیاد و بتونیم ازش استفاده کنیم. اینجا ریبوت رو انتخاب می‌کنیم و ثبت می‌کنیم که ریبوت بشه و اینجا ما باید اون اینستالیشن مدیا رو هم ازش دیسکانکت کنیم دیگه، اون ایزویی که داده بودیم این الان دیسکانکت کنیم برای این ارور داد به ما و یه بار دیگه ریبوتش می‌کنیم که الان ازمون خواست که اینستالیشن مدیا رو دیسکانکت کنیم و اینتر بزنیم که ما این کارو کردیم و ریبوت هم نمیخواد. اینجا سیستم بالا اومد و از ما یوزرنیممون میخواد که لاگین کنیم. ما یوزرنیم رو میزنیم. خب ما پسوردمون رو زدیم و الان وارد شدیم. ام، الان مثلا گوگل اگه پینگ بگیریم ببینیم که اینترنت داریم. بله اینترنت هم داریم و ما الان سیستممون بالا اومده. میتونیم اپت آپدیت بزنیم و سیستم رو آپدیت کنیم. سودو میزنیم. خب سیستم رپاش آپدیت شد و الان میتونیم با آپگرید کردن
بعد آپگرید شدن سیستم شروع به استفاده کنیم و الان اوبونتو سرور ما نصب شده. ما ورژن ریلیزش هم ببینیم، می‌بینیم که بله اوبونتو 2404 ریلیزش هم 2404 و کد نیمش هم نوبله و همه چی اوکی.